السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر. گروه ایجادی برنامه دوست داشته‌تان رنگین کمان در سفری هنری می باشند. ما حالا در محله تانگ یلدوزی ناحیه چنازی ولایت تاشکند قرار داریم که در اینجا اساساً مردمش ساکنانش تاجیکان می باشند. آید زندگی نامی این مردم امروز به شما حکایه می نماییم. اینک توجه نمایید. وطن مادر در دل و زبان وصفی به همتایت داریم. مهر و محبت و صداقت به وطن با عله همواره مادران سری گهواره مان همیشه تنین انداز است. در تربیت نسل نورس برابر مادران و پدران، مربیان، آموزگاران هم مسئولند. جوانان امروزه از امکانات‌های فراهم آورده شده بسا با ثمر استفاده می‌برند. تعطیل را سرمضمون گذراندند و امروز در وقت تحصیل هم پس از درس در محفل‌ها شرکت می‌ورزند. از همه زیبا وطنم ملک دلارا، وطنم باب تماشا، وطنم امید فردا، وطنم خاطر جمع مادران، خانه یار دوستان، به دوش خود گرفته ای تشویش دنیا وطنم. تا هنوز این دیه مرکزی نداشت. همگی یک مؤسسه اجتماعی، مکتبی فرتوته داشت. از شفت مکتب یگانه راه خاکی بود که ماشین عبور میکرد. با شرافت کارهای آبادانی در مدت کوتاه این راهها اسفلت پوش کردید. امروز این محل زیست منظری دلنشین کسب می نماید که هوس می کنید. همه جا زیبا، آباد، آراسته. جواب به این کارهای شاهانه، به این کارهای عالی ما جواب به خدمت میکنیم. به همین وطن صادق بودیم. از این او رو با سخت‌تر کار میکنیم. شب و روز کار کنیم هم ما این شکرانش ادا کنیم نمیتوانیم. مکتب میانی رقم 47 بنابر برنامه دهه آباد پر تعمیر گردیده. بر علاوه بینای تعلیمی 2 آشیانه برای 180 خواننده نیز ساخته مجهز گردانیده شد. به همین مجهز سازی مکتب با بهترین و زمانه‌ترین وسیله‌های تعلیمی انجام داده شد. صنف‌های فنی کیمیا، فیزیک که سابق خوانندگان و معلمان آرزو می‌کردند حالا با تمام جهازهای لابراتواری مهیا کرده شده است. همچنین صنف‌های مخصوصی فن‌های زبانی انگلیسی، انفرماتیکا، تربیت ابتدایی حربی، جغرافیا، تاریخ، متماتیکا، صنعت تصویری، رسم کشی، زبان‌های تاجیکی و روسی و ازبکی به کار درآمدند. از مکتب از نام آموزگاران من یک چیز وعده می‌دهم که فقط از این مکتب کادرهای بهترین برای سرور دولت قنات می‌شویگی و برای آینده ازبکستان کادرهای بهترین تربیت میکنیم که در هر جبهه‌های ازبکستان فایده خودش میرسونه. کادرها تربیت میکنیم. ساحه تعلیم تربیت میتیم و در آینده برای وطن جانمان فدا میکنیم در کار باشیم. زمانوی ترین مجموعه صنفی کامپیوتر برای حیات مکتب نوگانی خوشنود کننده گردید. حالا اکنون خوانندگان از طریق تخته‌های اینترفعال با اصول زمانوی تحصیل می‌نمایند. کتابخانه مکتب باشد با ادبیات تاجیکی و ازبکی تامین کرده شده است که این برای افزایش دانش و تفکر اهل مکتب مساعدت می‌نماید. با دستگاه‌های ضروری مجهز گردیدن تالار ورزش و از دست تعمیر برآمدن آن برای حیات سالم و جسمانا کامل گردیدن فرزندان اهل دیه زمینه فراهم می آورد. در مکتب ما در 40 تا زیاد طلبه تحصیل میگیرد. در آن ما در 5 ماه باز در مکتب تاجیک محله هر خیل مسابقه رفته یکم جا را گرفته آمدیم. مثلا در بیکاباد، بوکا، تاشکند، چناز
همون جا یکم جا گرفته اومدیم. من 1 yildan beri Tonggi Yulduz mahallasida karatega shug'ullanaman. Men ko'p musobaqalarga bordim. Bu musobaqalarda faxrli birinchi o'rinlarni olib keldim. Men kelajakda buyuk sportsmen bo'laman. O'zbekistonimizning bayrog'ini ko'klarga ko'taraman. O'z sportga qatnashgandan beri ko'p niyatlar oldimga qo'yganman. Bo'lajaqda O'zbekistonning bayrog'ini jo'g'ariga ko'taru. Men yaqinlarim o'shanday jo'g'ari o'rinlar olganimga maqtanadi. Bularning barcha sababchisi aka shishalarim bo'ladi. Bo'lajaqda men dunyoni kezib, o'sha karate bo'yicha O'zbekistonda bayrog'ini jo'g'ariga ko'taraman. Shu 1 yil davomida karate Shotokan turi bo'yicha dars berib kelaman. Mo'g'ullarbayda o'zbek, tojik, qozoq, qirg'iz har xil millatlarning intifolida do'stlik qilib, ular orada bari intiho bilan mashq qilib keladi. Bular ko'p viloyat, tumanlar kelajakda Dunyo Osiyo chempionatiga tayyorgarlik ko'rishyapti. در ازبکستان برای تعلیمگاه‌های غیر زبان دولتی و وجود آوردن شرایط مثل معرفتگاه‌های تعلیمشان به زبان دولتی حالتی طبیعی است. در مملکت به هر کس ناوابسته از دین و اعتقاد، ملت و زبان و حالت اجتماعی دانش گرفتن شرایط برابر به وجود آورده شده است. امسال من 18 تا خواننده به صنف یکم میبیاد نسل نوروز انشاءالله و اینا وعده میتیم ما به این پرزیدنت من همه خیلی همکاری و مهربانیشان ما وی خودمان را تشکری خودمان را با همه خوانندگان را وطن دوست مهربان و عالم دانا کردن انشاءالله وعده میتیم. خانه مدنیت ازبک و تاجیک رمز خلقای دوستی ازبک و تاجیک به شمار می رود و این خوش و خرسندی در آن است که در اینجا چند محفل ها به کار سر کرده فرزندان این محل در تابستان تعطیل تابستانه را در آغوش همین مسکن بعضی ها در محفل های رقص و اسباب های موسیقی و دیگری بعض از آنها با قرائت کتاب های بدیعی مشغول بودند. مردم این سرزمین با این فخر و افتخار دارند که چنین شرط و شرایط در این دهه آباد برایشان برپا کرده شده است. در این محله که اکثریت اهالی آن تاجیکانند تشکیل گردیدن چنین بینای محتشم مرکز نمونی به عمل تطبیق گردیدن نقطه های قانونی اساسی جمهوری می باشد که در آن گفته شده است جمهوری ازبکستان احترام زبان، عرف و عادت و عنعنه های تمام ملت های مسکونی حدود خود را تامین می نماید که برای رشد آنها شرایط به وجود می آورد. این همزمان دلیل عملی به حیات تطبیق گردیدن سیاست پرزیدنت در بابت مصالحه بین ملی، همفکری و تحمل دینی می باشد. در اینجا محفل‌های بسیار برای خوانندگان ما تشکیل کرده نموده. یکی از آنها من کتابخانه است که از شما دیده استاده. یک چند کتاب‌های تاجیکی از طرف سفارتخانه تاجیکستان و ما تحفه کرده شد. بچه‌های ما در وقت بیکار اومده کتاب خوانی میکنن در اینجا و موزیک‌ها و موزیکی دایره، روباب، پیانینو و دیگر نمودهایی که در اینجا هست مشق میکنن. اشتراکی بچه‌های ما شوقمند شده. آینده خدا خواهد داریم که در ازبکستان یکی از اون جای پیشوایی شده برآمده اشتراک میکنند. در هر خیلی ها گذارنده شده. مهمانان از همه دور اومدن. یک من حوله ما این طرف به ازبک‌ها، قزاق‌ها، تاجیک‌ها، حتی ترکمن‌ها را اومده اشتراک کردن. کریس‌ها اومده اشتراک کردن. دیدن و پیشواز گرفتن ایدی ملی ما چقدر میشود. ما هم دوستان بابای‌ها بین همدیگر مسابقه شد، گوشتینگیری شد، سنگ برداری شد. بسیار خلق ما خرسند شدن که از خود ولایت ارزش‌های نامیدی خلق ازبکستان اومد اشتراک کرد. خلق ما در شوقمند شد، خرسند شد که به نهایت در این وقتی ماها را میشناختی به دست در این وقت اومده در همین محفل‌های ما ایدهای ما اشتراک کردن. ماها را تبریک نمودن. رقص خرسندی‌ها شد، شبشینی‌ها با دیگه ملت‌ها هم اومده در اینجا اشتراک نمودن. کتاب‌هایی که در کتابخانه مرکزی مدنیت به زبان‌های ازبکی و تاجیکی و غیر جمع آوری گشته است برای اهل حدود خصوصاً برای جوانان خیلی مهم باشد، زیرا در عین حال از طریق کتاب
محبت به کتاب کسب کردن معرفت و معنویت و برخورداری از سیاه یگانه راهی عاقلانه است و همزمان برای وسعت تفکر و مدنیت اهل دهه امکانیت و شرایط خیلی مناسب فراهم می آورد. ای وطنی ما تو دلربایی، ای گلشنی ما تو دلکشایی، به ما بچگان مهربان مادر دادی دبستان کتاب و دفتر، خواند گفتی علم و هنر را، شود گفتی عالم و دانا، دنیا اینف سازندگانت باید که اعلا دائم بخواند، پند شما را داریم در گوش، ناکرده اصلا آن را فراموش. خود گوی که میان ما که تفریقه افتاده است، این وحدت خلق ما میراثی زی اجداد است. بر قله ای هر مطلب با تو برسد دستم، تو تاجیکی من هستی من ازبکی تو هستم، همسایه ای هم قسمت هم فکر و هم آهنگیم، اندر چمنی دوران چون دو گلی یک رنگیم. از صوفی صفای ما روح پدران شاد است، از عهد و وفای ما دل خرم و آباد است. در شفت خانه های نوبنیاد مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 8 برای 60 کودک ساخته شده است. تا هنوز هیچ یک کودکستان در این محل وجود نداشت و در بسیار حالتها کودکان از نبودن باغچه بچگانه حرف اول را تنها در مکتب میانه میشناختند. حالا اکنون وضعیت دیگر است. در این دهه دوردست آرزوی دیرینی پدر و مادران و فرزندان سرشمار جامعه عمل می‌پوشند و این کودکستان آنها با تمام شرایط تعلیم و تربیت از یگان چنین مؤسسه دیگر کمی ندارد. برای این تمام شرایط خوابگاه، میدانچه‌های بازی، وسیله‌های تعلیم و تربیت این همه فراهم آورده شده است. هر یک خوانندگان یعنی کودکستان برپا نبود، هر یک خوانندگان ما یک ماه دو ماه آورده و مکتب شناس کرده حرفا را می آموزانیدیم. اکنون کودکستان است با خوانندگان همش این نوگیری ها را، این خیلی خوشرویی ها را، شرایط ها را دیده در خانه پدر و مادر خودشان نیز آمده و ما مهربانی کرده همین فرزندان ما را دانا، یگان صاحبی کسب، صاحبی علم و هنر کردن آمده در درس ها 6 درس ها را نظارت میکنند. هر یک درس را با پدر و مادرها روزهای پنجشنبه پدر و مادران روزش است آمده به ها تا فرزندهای خودشان را نگاهبین کرده نظارت کرده میستند. همه خرسند، ما معلمان، پدر و مادران، خوانندگان هم راضی. در اینجا برای با کار تامین نمودن زنان کارخانه دوزندگی برای 100 نفر کارگر برپا گردیده است. در این کارخانه زمانوی دوزندگی در عین حال لباس‌های زنانه استحصال گردیده برای زنان محلی هنر می‌آموزاند. محصولات اساسی این کارخانه برای صادرات مقرر گشته است. دیگرگون گردیدن قیافه دهه طبیعی است که قلب‌های آنها را منور نموده باوریشان را به آینده مستحکمتر می‌سازد. این همه آنها را وادار می‌سازد که به کار و تردد فردا با دلگرمی پردازند و اطمینان حاصل نمایند که فردایشان درخشان خواهد بود. تا نبینم کشورم را گل بسر، تا نسازم خاک او را مشت زر، تا نبینم مردمش را تاج سر، من ز جان خویشتن راضی نیم. همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان عالی قدر، این بود برنامه این ساعتی رنگین کمان که ما برای شما پیشکش نمودیم. خدا حافظ و ناصر شماست. در نگاه گرم تو دیدم صدها رویا،
عاشق رویت شدم، لیلیتم به خدا. عشق من یک قلب تو، جانم فدای تو باد. ای دلبر خوب من، عاشقتم به خدا. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو. دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو. دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم. عطر دو گل پیش هم، خلوت اون سه همه. دونم داری عشق گل، ریزم به پایت گلم. بستر از گل روز خوابی نازد میبرم. رویای خوب منی، کاش بدونی دوست دارم. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو. دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم. عطر دو گل پیش هم، خلوت آن سه همه. دونم داری عشق گل، ریزم به پایت گلم. بستر از گل روز خوابی نازد میبرم. رویای خوب منی، کاش بدونی دوست دارم. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو. دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم. میلیون 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 گل روز دارم هدیه بهر روی تو. دست دست گل برات دارم که تو دانی عاشقت منم.